جهانی و جهان آرای ای زن، گل سبز و چمن آرای ای زن، تو حسن اختر رخشای ای زن، چراغ روشن دنیای ای زن. زنی که عالم بای و زیبایی دارد وی ظاهرا هم زیبا می شود، روحاً قوی می گردد، خودش را قدر و قیمتش را خوبتر می شناسد و با وی هر کس جرأت کرده سخن گفته نمی تواند. عالم رنگین زن را با دیده بینا بینگر و بدان که دل زن را هیچ یگان تحفه یا بخشش گرم کرده نمی تواند. با وی تنها مهر، صمیمیت لازم است و بس. خورشید تابان هر خاندان زن است. ما حسن زندگی را در حسن زن مادر می بینیم. زن چراغ محفل، زینت روزگار، دوام دهنده نسل انسان در روی زمین می باشد. مغفرت نصرالله ورا در جمهوری خاک آسیایی فدراسیون روسیه تمام هموطنان و دیگر خلقت‌های مسکون آن همچون یکی از بانوهای اصیل تاجیک، چون انسان دارای قلب بزرگ و دردآشنا میشناسند و احترام خاصه دارند. محض نهراسیدن از دشواری‌ها، خیرت ازلی تاجیکانه داشتن، باوری به خود و قلب بزرگ دردآشنا و با دستگیری همسر دلاگاهشان توانستند هم در عائله‌داری و هم در ساحه تجارت و صاحبکاری موفق باشند. هر آمرده که سر عائله ایستاده صاحب عائله است، وی باید از همه اعضای عائله که در اختیار وی هست درباره حیات ممات زندگی وی فکر کرده و حرکت باید کردن در که با یگان تا اعضای عائله وی یگان با پایش خور نخلد. این مسئولیت همون صاحب روزگار، صاحب همون مرد سر همه عائله بودگی است. کدام خصلت‌های همین همسر مهربانتون مغفرت بانو به شما معقول هستند؟ من فکر میکردم که یک من میتوانم خود ما مثال عائله هم خود منم که ما کم و بیش سلامتی ما خوب نیست. یک روز که سلامتی من که پس شود، من باور دانستم در لازم بود که همین عائله من هم فرزند را هم مرا دستگیری کرده میتواند. برای همین من وی را به حیات تیار کردم. لیکن این عائله من در یک صنف گیم 30 طلبه باشد، این شاگرد اول برآمد. آنچه را که من با وی فهماندم آموزاندم به درجه عالیش آموخته، همون شب روزها اکنون خودش یک قریب 100 کارگر نزدیک کارگر دارد، چند مغازه ها دارد، صاحب کار شد، صاحب وطن شد. البته این شاگرد اول کار بارش این یکمیلش میگم، این یکمیلش به همین جا همراه من آمدن. این قهرمانی دیگمیلش کار شاگرد اول شدن هم اعتبار بلند تعریف بسیار بس سزاوار شدنش در کار. همه که آن خصلت‌های دوای میبینم، خصوصا با کاربری با عائلوی، این از این کاربریاش دایم مثل خودی منم خرسند کاربری آن دختر ها دیده باز ویم به حیات چه خیلی کار بردنشو می آموزند. البته خصلت‌های آن به همه ضعیف هم دیده نمی شود. یکمینش وی مادر است، دومینش فرزند مادر است، سومینش کیرین هست، چهارمینش و خواهرش خواهر و دادراش خواهر کلانه که همه آنها را شب و روز آن دادراش که آن خواهرش که دوری هستند بر نزدیکی هستند از خاطرش نمیبرد. روزگار باید که آباد باشد. خودش که هم کار دولت باشد، یگان بار کرته من یا لباس کودکان این 5 کودک تربیت کردیم با وی رساندیم. اینا از باخش سرکرد تا مکتب میانه، مکتب عالی. این هر کدام زن هم از عهده این کار نمیبراید. با همین مناسبت همین هم عائله دائم یگان روزی نشده است که دیگی ما نجوشیده باشد. یگان روزی نیست که ما سحر یک چای گرم ننوشیده باشیم. همه اینها البته این
100% ғамхории хислати ҳамсарам аст. барои ҳамин хислатош ман албатта дӯст доштагӣ медорам ояндаам. мо дар Хакасия 32 сол шуд дар ҳамин ҷо зиндагонӣ мекунем. 5 фарзанд дорем, 4 невара дорем. хешҳоямо дар Тоҷикистон мерафтанд, бисёр таърифи Душанбе, таърифи инсонҳои тоҷикони зиндагонӣ мекарданд, ки дар Тоҷикистон мегуфтанд, ки ҳамин хел инсонҳои хуб, ҳамин хел самимӣ, ки ман орзу мекардам, ки чандин солҳо бар Тоҷикистон равем, шинос шавем. чандин гурӯҳҳо, лаҳзаҳои гуворо, Ноҳида Зейналпур бо Ҳасани Ҳайдар, лаҳзаҳои гуворо, Очои Биказика, чандин бо сурудхона омаданд, ки онҳо хонаи мо меҳмон шуданд, мо шинос шудем. Махфират, она очень тоже всегда отзывчива, она всегда вот, во всех мероприятиях принимает участие, и вот искренне она переживает за то, чтобы было все очень достойно, очень красиво, и чтобы всем было приятно вот на всех этих мероприятиях. То есть у них такая очень дружная семья. Вот, допустим, Садакат, старшая дочка Джанайдулло, и Махфират, тоже она буквально выросла на наших глазах. Она была еще ученицей, студенткой, а затем значит, уже закончила университет, Хакасский университет, но всегда участвовала во всех мероприятиях. И на любом концерте это была вот такая яркая жемчужина. И очень красивая девушка, которая представляет, хотя она практически выросла в Хакасии, но она вот свою родную культуру настолько с такой любовью она передает, и всегда очень приятно видеть то, что вот люди сохраняют свои, вдали от исторической родины, они сохраняют и свою культуру, и свои традиции. Причем это вызывает, конечно же, уважение. مغفرت بانو نصراللهی‌اوا در سمرقند باستانی تاجیکان در عائله شخصان آبرومند و صاحب علم به دنیا آمده است و محض همین محیط سالم و فرهنگی تاجیکانه باعث گردید که مغفرت بانو دوستدار و پاسدار زبان و فرهنگ نیاگان باشد و امروز محض توسط شب زنده‌داری ها و تکاپوهای زیاد و مشکل ناپسند بودنشان این بانوی هنر و این بانوی زیبا و تمثال حقیقی زن تاجیک توانسته‌اند در جاده صنعت و هنروری نیز کامیاب باشند. مغفرت بانو همواره می‌کوشند که با نمایش و برنامه‌های جالب فرهنگی معرفیگر حقیقی و اصلی مردم تاجیک در دوره‌های دور باشند. و اگر گوییم که محض توسط زحمت‌ها و خودفدایی‌های این عائله خیلی هم مشهور تاجیکان نه فقط در جمهوری اتونومی خاکاسیا بلکه در سراسر منطقه سیبیر دیگر خلقیت ملت‌ها با مدنیت والا و زبان و رسم و رسوم مردم تاجیک آشنا گردیده و بهای بلند می‌دهند خطا نخواهیم کرد. Таджикский мир культуры открылся воочию. Получилось так, что наш Новый год хакасский, Чалпазы, совпадает с праздником Наурыз. И Джунай дало очень... И люди, которые ему помогают, его окружают, принимали очень активное участие в этих праздниках, и оно придавало некий новый раскрас. И что самое положительное, что сразу с появлением культурного центра Сагдианы у нас появились новые певцы, новые исполнители, и очень талантливые, и
наши певцы, слушая их мелодии, тембр, способ исполнения песен, перенимают и тоже обогащают. В этом и есть взаимовлияние, взаимообогащение культур. И то, что вот семья Джунайдало приехала и создала здесь такой мощный культурный центр, это огромный плюс для нашей многообразной культуры. مادر مهربانشان از آن می‌بالد که مغفرت بانو برایشان هدیه ناتکرار تقدیر است. افتخار میکنند با چنین فرزند صالح عاطفه که نامبردار نام نیک اجدادانشان میباشند. در صحبت ما یکی از بانوان بسیار هم فاضله، عاقله، یکی از مادران بسیار هم معتبر، حلیمه بانو شادی و حضور دارند که توانستند فرزندان خوب و صالح را تربیت کنند، به وایه رسانند، در مکتب‌های عالی خوانانند. فرزند تربیت کردن به از مایدگیش به بچه که شما گوش میکند کلان شده شما بچه‌تون که گوش میکنید که همون خیلی که گوش تربیت کنید همین خیلی بچه‌ها کلان شده میرید. اینو هم 5 فرزند دادن. من 40 تا نیوریم هست، 18 تا ایوریم هست. همین ها به من خدا با شکر نغزشون نغز میگم، گنده کروی عیبشون باشد یاد میتیم. من همینا به مصلحت های نقد میتیم. من خودم ماشینه که کار میکنم. من 30 سال تربیت شده کار کردم. دست با تربیت شده کار کردم. ما شکر خدا میکنیم که با شوهرم، با دخترم، با پسرم ما رو تکلیف کردن به تاجیکستان. مهمانداری ضیافت‌های بسیار خوب و اعلی شد. در اونجا بسیار شناسایی رو دیدیم. ما بسیار خوشحال شدیم که سری کرامت الله کدی شناس شدیم. برای با خانه چندین مهمانداری کردن. او می سراید با لحن نیاگان و از هر یک حرف هجایشان، از سروده هایشان بوی سمرقند عزیز تاجیکان، بوی گل و میسه های سمرقند باستانی می آید و اهل این خانواده معروف در هر محفل چاربینی که باشند آنجا لحن خوش و گوارای تاجیکانه و صدا و آهنگ های مرغوب شش مقام اصیل تاجیکانه با شعر و غزل های رودکی و سعدی و شاهین و بیدل خوش و گوارا به گوش می رسند. خب مخابران صدلایمنا ما میدونیم که شما همچون یکی از صاحبکارهای موفق در جمهوری خاکاسیای فدراسیون روسیه محسوب می‌یابید. اینشون همسر مهربان هستید. اینشون مادر 5 فرزند دلجوی مهربان هستید. آیا همه این کار برای شما همچون زن، همچون مادر، همچون صاحبکار یگان دشواری پیش نمی‌آورد؟ دشواری هست، لیکن همسرت با تو باشد و تو یاردم تیاد، فرزندانت گپ‌های تو رو گوش کند. این البته اینا حل می شود. همه یار اهل است، کار سهل است. ما میدونیم که شما سالان زیادی است که در
در همین جمهوری خاکستر عمر به سر میبرید، لیکن همه وقت همه فرزندان شما چقدر زبان با همه زبان ناب تاجیکی حرف میزنید؟ ما همین میخواهیم که همین فرزندان زبانشون رو گم نکنند. از برای همان خونه ما با فقط زبان تاجیکی به حرف میزنیم. فرزندانم، نیوریم، همشون با من زبان تاجیکی رو یاد میدیم که اینها زبان مادری گم نکنند. در اینجا هستند که زبانشون رو گم کردن، عرف و عادت گم کردن. ما اینا با یاد میدیم که ما تاجیک، ما ملت خودمون رو عرف و عادت ما گم نکردن ما دکور، زبان ما دانستن ما دکور، فرزندان ما دانستنشون دکور که بعد از مهون زبان گم نشود، عرف و عادت گم نشود. از برای همون چندین فستیوال ها شد، کنسرت ها شد، многоголосый хакаси شد، ما لباس ها نشون دادیم، صحنه با موسیقی خودمون رو، موسیقی تاجیکی، لباس های عروسی کدی همین خیلی موسیقی های جدا بسیار برای دل نزدیک، خلق حیران میشوند. این کلتور صنعت مرکز مدنیت مرکز ما جای یکم میستاد. من با این فخر میکنم که مهنت ما ضایع نشد. همون دخترایی که ولی مایده بودن اینا با من یاد دادم، اینا با لباس دوزاندم، اینا با خریوگراف زکاس کردم، تلویزیون نگاه کردن، توی ها با نگاه کردن و اینها حاضر بسیار جدا خوشروی رقص میکنن. خلق اینو دیده حیران میشوند که کی شب گفتن که کی و ملاتسی میگن. صنعت ما برای اینا جدا هم معقول. همین خیلی سرودها هستن که اگر من برین یا دیگر رو برین همین رو نخونن، دوام نکنن، اگر بچه همه گوشش فقط همین استرادا موزیکی سبوک میدارد، اینو همین کلاسیک نمیدونن. دخترم دلربا همین کلاسیک نغز میداد، ماگنیتوفونش با درون ماشینش با کلاسیک گوش میکند. من گفتم تو میفهمیم اینه جدی هم نغز میخوند، گوشم به معقول من با میگوید. صدوقات همین خیلی رقصای نغز رقص میکند که جدا عالی درجه بر رقص میکند، لباسایش میزید. شهلو با من یاد دادم، این فقط روسی صنعت یاد گرفت، روسی سرودهای میخوندد. نزدیکی به من دلزورم سرودش یاد دادم، جدا نغز یاد گرفت. ایدهای نوروز، اینجا با ایدهای 8 مارت، سال نو با همین خیلی کنسرت های کلان میشد. همونجا با ماهانه تکلیف میکنن این کنسرت. علاقه همین خلق ماهانه میدوند. هم تو صداقت رقصانه ما بردگد صداقت نصراللهیوا میگن، همه سونیا نصراللهیوا میگن. ده همین خیلی خلق صداقت میدوند. لباسوش کدی همین خیلی نبا معقول اومده. هر یک کس میبید این لباساتون چه خیلی خوشی، این چه خیلی دوختگی باشه تون گفته. هر یک تا همین اهمیت دادن بیننده. مردم تاجیک از اول صنعتمون، فرهنگمون، زبانمون این اصل جدا بسیار قدیمه. 2000 سال پیش زبان فارسی تاجیکی بود که این اهم ملت ها، اهم زبان ها پیش بود که همین خیلی دلبر نزدیک، همین خیلی جدا خوشروی. ای عکس رخت جان دهد آینه دل را چون معجزه عیسی. ای عکس رخت جان دهد آینه دل را چون معجزه عیسی. توتی شده حیران سخنهای تو جانا با آن لب گویا. توتی شده حیران سخنهای تو جانا با آن لب گویا. تا با خد شمشاد گذشتی سوی گلشن، عمری به فیغان شد نرگس پی نظاره شد دیده سراپا از بحر تماشا. نرگس پی نظاره شد دیده سراپا از بحر تماشا.
ما امینیم که تا جهان باقی است محض چنین بانوان عاریت بلند خویشتن شناسی داشته، محض چنین بانوانی که خیرت ازلی تاجیکانه دارند، مشعل افروزی آتش عرفی مردم ما خواهند بود.